سلام به همه دوستان عزیز. در این ویدیو قصد داریم به بررسی زندگی و کارنامه قاضی امان الله خان پادشاه افغانستان بپردازیم. او یکی از شخصیت‌های مهم تاریخ معاصر افغانستان است که در دوره سلطنت خود تحولات زیادی را در کشور رقم زد. پس با ما همراه باشید تا به جزئیات بیشتری در این باره بپردازیم. قاضی امان الله خان در سال 1892 میلادی در کابل به دنیا آمد. قاضی امان الله خان فرزند سوم حبیب الله خان از سنین جوانی به سیاست و امور حکومتی آشنا شد. پس از مرگ پدرش در سال 1919 قاضی امان الله خان به عنوان پادشاه افغانستان بر تخت سلطنت نشست. دوره سلطنت قاضی امان الله خان از سال 1919 تا 1929 میلادی به طول انجامید. او با هدف مدرن سازی و نوسازی افغانستان تلاش کرد و سعی داشت تا کشور را از قید سنت‌های قدیمی رها کند. قاضی امان الله خان به شدت به اصلاحات اجتماعی و فرهنگی اعتقاد داشت. او تلاش کرد تا آموزش و پرورش را در افغانستان گسترش دهد و به ویژه برای زنان فرصت‌های آموزشی فراهم کند. او همچنین قوانین جدیدی را برای حمایت از حقوق زنان وضع کرد. در زمینه روابط خارجی، قاضی امان الله خان در سال 1919 استقلال افغانستان را از بریتانیا اعلام کرد. این اقدام باعث شد تا افغانستان به عنوان یک کشور مستقل شناخته شود و روابط دیپلماتیک جدیدی با کشورهای مختلف برقرار شود. امان الله خان همچنین بر روی توسعه اقتصادی کشور تمرکز داشت. او پروژه‌های زیرساختی متعددی را آغاز کرد و سعی داشت تا صنعت و کشاورزی را در افغانستان رونق بخشد. با وجود تمام تلاش‌ها، دوره سلطنت قاضی امان الله خان با چالش‌ها و بحران‌های زیادی همراه بود. بسیاری از روحانیون سنتگرایان با اصلاحات او مخالف بودند و این موضوع باعث بروز تنش‌هایی در جامعه شد. این مخالفت‌ها به تدریج شدت گرفت و منجر به بحران‌های سیاسی شد. در سال 1928 قیام‌های علیه سلطنت او شکل گرفت که نشان دهنده نارضایتی‌های مردم از سیاست‌های مدرنیته‌گرایی او بود. این قیام‌ها به سرعت گسترش یافت و نهایتاً در سال 1929 قاضی امان الله خان مجبور به ترک کشور شد. پس از ترک افغانستان، قاضی امان الله خان به اروپا رفت و در آنجا زندگی کرد. او هرگز نتوانست به قدرت بازگردد و تا پایان عمر خود در تبعید زندگی کرد. قاضی امان الله خان یکی از پادشاهان مهم افغانستان بود که تلاش‌هایش برای مدرنیزاسیون کشور تأثیرات زیادی بر جا گذاشت. هرچند که دوره سلطنت او با چالش‌ها و بحران‌های همراه بود، اما اصلاحات او هنوز هم در تاریخ افغانستان مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. از شما عزیزان بابت تماشای این ویدیو سپاسگزاریم. اگر از این محتوا لذت بردین لطفاً کانال ما را سابسکرایب کنید و نظرات خود را در مورد قاضی امان الله خان با ما در میان بگذارید. تا ویدیوی بعد، الله حافظ و نگهدارش.